چالش 30 روز زندگی تو جزیره بالی، روز دوم. اصولا روزایی که بیرونیم و کلی ویدیو میگیریم فرداش کامل خونه این واسه ادیت و امروز از همون روزاست. پس یه تخم مرغ آووکادوی مشتی میزنیم، یکم نفس میکشیم و مدیتیشن میکنیم، یه اسپرسوی غلیظ و میشینیم پای سیستم. تو این فصل یهو سرتو میچرخونی میبینی اون آفتاب تبدیل شده به این بارون. وقتی همزمان آرمان خونه نیست و میشینم پای ادیت میبینم از ظهر گذشته و ناهار نخورده. فعلا یه ماست یونانی میزنیم تا برسیم به غذا درست کردن. ولی بعد این بارون چی میچسبه؟ آفرین، دویدن تو فضای باغ. خونه ما تقریبا یه رو از مرکز شهر فاصله داره، ولی یکی از دلایلی که گرفتیمش این فضای پیاده روی پشت خونه است. یه دقیقه وایسا نفسم برید. احتمالاً واسه تاثیر آنتی بیوتیکاس خیلی بدنم ضعیف شده. بنابراین فقط راه میریم. امروز فقط 3 کیلومتر شد، ولی خب ادامه بدم بدنم برمیگرده، پس اوکیه. دیدم اینو 100 بار پوشیدم، پس وقتشه که تبدیل بشه به لباس خونگی. یکم برنامه‌های فردامو نوشتم و هماهنگ کردم، ژورنال نویسی، پست اینستاگرامو گذاشتم و بریم مارکت خرید برای شام. یکم توی غروب محو شدیم، بنزین زدیم و برسیم به خرید. ما اصولا از مارکت‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنیم به جای محلی. یکم گرون‌تره ولی خب خیالمون بابت کیفیت راحت‌تره. یکم چیزای جدید تست کردیم ببینیم به سبد خریدمون اضافه میشه که شد. خریدای اساسی کردیم از جمله برنج و گوشت و مرغ و اینا، شد $100. خریده که از یه حدی زیاد میشه بدین صورت با موتور باید ببریم خونه. دیگه رسیدیم خونه کباب تابه‌ای درست کنیم. اگه میپرسی قیمت مثلا گوشت چرخ کرده اینجا کیلویی $14. غذا خوردیم، تلویزیون دیدیم، بعد